خدا شکر نیت بینا گت بزن شانه برموید گت بزن شانه برموید تا گل بشود عاشقی روید تا گل بشود عاشقی روید کمپیر کمپیره مردا چه دیگه بیا که بتنانان نانه دهارم من مردا تیجیت نه کندار آورده مردا میگوی توی خیتای مردا جون شکلات های گفتگیم کو اینه مردا جون هی بچه خد توی خودم نبده و توی خودم که نمیبود توی همسایه بود آخی توی خود من بچه من نصیب باشه خوندار بکنم آب باید میکنم یک جویه کم بود بیا مردا جون مردا جون تا پیرات که مردا جون با خود تو قناتی نمیره رنگی توی همون جورخون بوری رنگی توی جورخون بوری؟ مردا جون اگه دورای که جورخون اویلگار کردم کو این بچه ها مایده بودن زینشان نمیدونی فلسفه زندگی رو نمیفهمیدن حالی شکر بچه های بفهم بفرود بعد بچه های کنجکی هایی چی هنره که دارم کو میکنم خیرات که خیلی بچه های کنجک مناجه یکی کمپیر به هر حال هم گفی تو درست های مردا فکراشون رو بفهمم مردا تو چی میگن مردا ای بچه کلونی تو همون کنجکی جون که میگه که دولت تو نظر میدی چی میگن درست جورخونه جورخون جمشیدو اما چم یه لحظه بیا کجا مصلحت های مصلحت حاضر جهانگیر چی میکنم جورخون یا بچم بیا 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 بچم یکی جمعه چه اوتا؟ بیا بالا دادارا تو فرار کردی بیر مسافر شده دارم جا چی گفتی زده سینا بچم ما قدی کمپیر آشد یک مسئله داره جورخون بابا کجا؟ بابا بیا بنا سنجا بچم عمل سنجا به تیجه شکر خدا جنگه نیت نیت نمی دولت بابا تو آمدو جمشید جان بیا بچم بیا بچم بیا السلام علیکم بیا بچم برای آچنده بشی بچم جانگی جان کنجه را میگم کنجه درساش درساش هی میگم گوشک کسی نارده تیجیه بچم تنجی اگه میگن که پراکنده لشکر نباید بکن حال که سرجمه یک نیتی نکرد بچم آنم این نیتی نک ده مو هم خوش ای رحمت کنی فهمیم چی نیت بوده اوتا؟ این هم شما را که مو آباد کنم خرساندم تنه حضی پدری اوتا بچم اگه همین جوانگیر هم که خانه آباد کنم که و من با آچتان که بیت تشویشیم بچم بعد درس میخونی؟ من در همین دانشکده میخوندم تمام کردم دانشکده را یا میخونه تمام میکنم اکو قبیسیار نه کمپین 10 ساله که دیگه مانده بود میکنم اینجا نه که باید مسئلتی هسته بچه مایل شوخی ما هم مسئلت خطا خوش همین تویده هر کس باید که مسئول یک کار باشم چی گفته؟ بهترین خب انا که همین توی دادری آخرانگی های که اینجا گیتون که هیچی وظیفه را با عهده میگیرم من همین بزاری، شیرینی، شهد و شکر همش در دوشی من میکنم اوتا رحمت بچم کمپشنگی سبز واد میوگی من خند دسترخوان آراسته کردن سیجان بگردگیری انا بعد گوشت چی؟ گوشت مولی زنده نمیکشیم یک گوسپند بیارم بچم میگم که همین کم مصرفتر شود کمتر گوشت بیاریم حرکه را مایل اوتا جان چیزی که شما گویه باید مسئلت بگذارونیم مایل رحمت بچم کم باشد و خوب باشد خوب جمشد جان لبایتا تو چی نیت داری باشم؟ بگو من همون برای نکاح رفتم ماشینا را تشکیل میکنم موتر بعد نوار برداری را قطعی موسیقی ها و با حافظاشه که بگردن میگیرم حافظاش هم بگرم میگم آفرین بچم آفرین خیلی اکر نیتی نه که خرسنگی یکم ترقص بازی میکنیم رحمت بچم برکت بیاریم بگو که بچه ها این بچه کلانی خانه چی نیت داشته باشم ایوتا اوخی همه رو با کلا گرفتن اوخی همون توی کی خبر میکنم خواهد آه درست بچم انا که همه همون توی خبر کن نمیشه
آدم خوندگی تمام کسی خدا خوندگی دانشکده خوندگی همه خشتاور را میدونم رفتگی اومدگی همه را مخبر خبر میکنم یه زوری اکه زوری اوه همون خانه‌هایش که تبارای دور نزدیک رفته گرد زده میویا که یکم دعوت آمد ببری حالی میره گم میزنی که پگه عیادش میبرورا باید دعوتنامه یکم خیلی کاغذ سفید بوده دادن نکن که بخونه که همین در یکم جمعونه بود عیادش بیا هم راست اوتا جان همین یک خیلی مهمانای به قدر همین دعوتنامه خوبه یک با یک قدر و میشود دیگه میشه با که یک خیلی همون دعوتنامه فرمایشتی که مزه باشه ده همین خیلی بازی بش میکنیم که وقتم دانشکده خوندگی مخوید وقت میدم چیکار کنم بچه میفهمیده که این دانشکده زبان رو در خوندگی اوه خوش که جون خان جان همون دعوتنامه را رنگ و بار شه و همه شو تجربه یک نمود بازی میکنیم میارم من نشون میتونم خوش کو که خودت میبینی میگو که دو تا شما رابطه هم بالاش شعر نوشته هم بچه هم شیر خوشو شد منور از قدومی دوستان کاشانم خانه فانوس دست میمان شام من پروانه چی میخندی؟ اکا در خانه ما توی اخیبا نخندیم این خورسانی اوتا نگو بچه گوش کن عملته من چه خودم چرا میفهمم آی همه یکم گوشتی فقط مرا کینویا میزنه گوش کن بچه زیر بچه همه چون من خودم بچه من نمیفهمم های رنگو کوتاقی بچه ما فقط بچه مرا خوبه یک کینویا میزنم یکم بچه شوخه یک بچه دیگه نمیگم اینم من خواب فقط کینویا میزنم مرا این نمیدارم بس اکا اینم من خواب بچه خودال گفته چی میگیم بچه شوخه یک چی میگو گوش کن بچه نیت نیت کردیم کو ای پای کار شدم او راست بیا یا دوته بخیزیم یا دوته بخیزیم خداوند مهربان الهی پروردگار هر نیتی که نیک است به اون نیت‌های نیک برسه و یک خندیرم کار با شیرین شود نه کنجگی خدا خدمتم کمپید تو این بچه ها میگفت حالی کدومی شده خونه که اون هیچ کدومش مرده یک دمک بیش نمیگه حالی هیچ کش نیست نه مرده جون دیگه از هر زنگ زدم مرده کمپید گوش شد اومده میگم که محمد سعید جمشید جان و یا همون گفتگی ها من اجرا کردم انا دلپری هست همین جورا خال قدیلم پر نیست کمپید چی مرده؟ همون دعوتنامه گفتیم کو همه را نوار کمپید سهر مرا زنگ زده بود چی گفت؟ باز میام بود میام گفت؟ اومده جوشیده باشه اوتا جان اینم این اومده هرچی همین رو آخر روز تیار کردم دعوت نمورا هم باشگیر تو اومدم اوتا جان در خدی سرطبه چرا آفرین 150 نفر در دعوت نمو همجا تشکیل کردم ایرو تنظیم اوه ایرو تنظیم اما ریویا کدگی آفرین بچه این تنظیم نمیشوه آفرین بچه اینا نگاه دعوتنامه یک دعوتنامه بازه بکردم نگاه کن اینا نگاه کو بچه ای دستی خیلم میبینم ای دستی خیلم میبینم با نصیب باشه خوب خوش رو آمده تا نگاه گل موندم جا شدد بو شعر نویستم اجازه اوه خوب ده اوه اینا دعوتنامه بچه هم آه ای همین چند دانه او گفتم که 150 دونه نه بود ای همین 150 همین دانه 150 دونه دوری کامر در موندگی نویستگی تیاره یا تو مرا چی گفتی؟ و گفتم که دعوتنامه تیار بکنم یورم نه تیار کردم یا تو مرا گفتی که من دانشکده را با سری بلند خوندگی سری بلند خوندم زبان میفهمیدگی و تو زبان هم که بفهمی خیلی خوب تو نفهمیدم آخه تغییر دیدی؟ چی را مرده چیکار کرده؟ ای این بچه تا دیدی چیکار کرد؟ نه آخی چیکار کرده؟ این بچه که بنویسه که دعوتنامه این نوشته که دولتنامه آخه اوتا معقول نشی آخه تو چیکار کردی؟ چی نوشته تو؟ بچه دولتنامه نوشته تو میگم که همون تپاگراف یا ساعت قدیم جانجول کرد و گفتم هم خیلی بنویس همین 150 تا گفتی؟ 150 تا تشکیل گوش کن انا همیشه دستی ما بده گیره کو اینا همیشه یه حیله کردن ممکنه چی؟ نه که واشه نمیشوه او چخیل 150 تا 149 تا دیگه چه کجا میباره؟ گوش کن انا ایشا توی تکو
توی دولت مراد دولت هم توی دولت مراد همه بریمیتی همین دولت نامه به همون توقری میاد انا اواشا که منو میفهمم یا 149 تا دیگه چیکار کنیم با یا 149 تا دیگه را اگه یا 149 تا دیگه تمدانی و اما تیپاگراف و